نظرسنجی ها شکست ترامپ را پیشگویی می‌کردند، اما او انتخابات را برد. صاحبکاری که هیچگاه در نهاد دولتی کار نکرده است، رئیس جمهوری 45 ایالات متحده انتخاب شد. حالا فرصت آن است که امریکا زخم‌های تفریقه را معالجه کند. ما باید به هم آییم. به تمام جمهوری خواهان و دموکرات‌ها و مستقل‌ها در این کشور میگویم که ما باید همراه و مردم متحد شویم. به هر شهروند سرزمینمان وعده میدهم که رئیس جمهوری همه امریکایی‌ها میشوم. این برایم بسیار مهم است. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. دونالد ترامپ معرکه انتخاباتیش را با وعده عظمت پیشین امریکا را برمیگردانم پیش برد. برای رسیدن به این هدف گفت که تجربه بای صاحبکاریش را استفاده میبرد. دونالد ترامپ در خانواده ثروتمند به دنیا آمده است. پدرش فرید از حساب ساختمان و فروش اموال غیر منقول در نیویورک ثروتمند شد. دونالد ترامپ راهی پدر را پیشه کرد و برای اجرای طرح‌هایش از او میلیون‌ها دلار قرض گرفت. حالا به گفته خودش تجارتش میلیاردها دلار ارزش دارد. بزرگترین طرحش ساختمان مناره ترامپ در مرکز نیویورک او را نامدار کرد. بعد از این ترامپ به ساختمان مهمانخانه‌های با حشمت شروع کرد. در کتاب‌های هنر معامله و هنر بازگشت او فلسفه تجارتش را نشان داده و گفته است پیش از همه باید هدفی بزرگ داشت. من این کتاب را چون دستور برای تجارت نوشتم، اما در آن درباره خودم چون انسان و مناسبت‌هایم چیزی زیادی هست. کتاب تجارت رسیدن به موفقیت و رفع مشکلات را می‌آموزد. فکر می‌کنم برای انسان‌ها همین جالب است. کتاب‌های ترامپ سرخریدار و مؤلفش شهرتیار شد. مطبوعات زرد هم با جزئیات از ازدواج‌های دونالد ترامپ می‌نوشت. اول به ایوانا زلنیچکووا، سپس به مارلی میپلز و در آخر به همسر حاضرش ملانی کنافس. در جشن‌های عروسیش هنرپیشگان شناخته هالیوود حضور داشتند. بعد چند وقت خودش ستاره تلویزیون شد. در برنامه تلویزیونی نامزد داوطلبان حق کار در یکی از شرکت‌های ترامپ را به دست می‌آوردند. من به تو گفتم که فردی محبوب ندارم. زیرک پیدا شد. من هم زیرک هستم. سوال ابلهانه. اما هر خاکی که ترامپ به دست می‌گرفت به زر تبدیل نمی‌یافت. در سالهای 90 سه کازینوش در نیوجرسی مفلس شد. تا سال 2009 سه شرکت دیگرش به عین سرنوشت دچار آمد، ولی او هر دفعه به پا می‌خیست. سال 2015 دونالد ترامپ از عزمش برای رئیس جمهور شدن خبر داد و در مرکز توجه قرار گرفت. برای حل مسئله مهاجرت غیر قانونی از مکزیک به آمریکا او پیشنهاد جنجال برانگیزی کرد. من یک دیوار بزرگ می سازم. باور کنید من بهترین دیوار را می سازم. گران نمی شود. ما در مرز جنوبیمان دیواری بزرگی می کشیم و پول آن را مکزیک می دهد. این گپ های مرا در یاد بگیرید. بیانیه‌های ترامپ در جریان معرکه انتخاباتی مردم را به خشم آورد و تظاهرات برانگیخت. او از مکزیکایی‌های تجاوزگر و قاچاقبر سخن گفت و قول داد مهاجران غیر قانونی را میراند، دیگرانشان را نمیگذارد به امریکا بیایند. ترامپ وعده داد برای مبارزه با تروریسم ورود تمام مسلمانان به امریکا را منع میکند، ولی بعداً از این وعدهش دست کشید. اما جنجال بزرگترین به سرش دیرتر آمد. روزنامه واشنگتن پست یک ویدیوی صحبت دونالد ترامپ درباره زنان را نشر کرد. صحبتی که جامعه امریکا از آن به خشم آمد. میدانید زیبایی مرا به خود میکشد. من به بوسیدن آنها شروع میکنم. مثل آهنربا هستند. من منتظر نمیشوم، فقط میبوسم. ولی در مناظره‌های تلویزیونی خواست این صحبت‌ها را به اهمیت نشان بدهد. این یک صحبت خصوصی بود و من از آن افتخار نمیکنم. بعد از صحبت جنجالی چند زن ادعا کردند که دونالد ترامپ به آنها دست درازی کرده است و یا به اجازه آنها را بوسیده است. او می‌خواست مرا به آغوش بگیرد و من او را تله دادم. ترامپ قاطعانه همه ادعاها را رد کرد و گفت بعد انتخابات زنان را به دادگاه می‌کشد. در جریان کارزار انتخاباتی او را برای آشکار نکردن مالیات پرداختش سخت تنقید کردند.
کاری که نامزدها از سال 1980 به این طرف انجام دادند. در مسئله سیاست خارجی مخالفانش از میل ترامپ به نزدیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اظهار حیرت می‌کردند. ترامپ این را نادیده گرفت و گفت با پوتین آشنا نیستم. اگر با هم بسازیم خوب می شود. اگر امریکا و روسیه یک جای با داعش بجنگند خوب می شود. بعضن وقت دونالد ترامپ گفته است در انتخابات به ضد او تقلب میکنند، ولی از انتخابات پیروز بیرون آمد. حالا مقام بلندترین دولتی در کشور قدرتمندترین جهان نصیب او شده است.